مطمئنا دوباره جنگ میشه. کسایی که هیچ ابایی ندارن که بمب اتم بزنن بهمون، نه ترامپ نه نتانیاهو. حکومت هم باید آگاه باشه. اصلا مخاطبم حکومته. من شب که نمیتونم موشک بذارم لای نون بخورم. علف میخوریم، چمن میخوریم، ولی بمبمون رو میسازیم بعد مذاکره میکنیم. دنیا میگه نمیذارم. 300 ساله هر کی رد شده یه لگد به ما زده، چه شاه باشه، چه جمهوری اسلامی باشه، چه قاجار باشه. حتما ما بریم بجنگیم. ما یک بازیگری هستیم ضد سیستم. در عین حال عاشق مذاکره با آمریکا هم هستیم. باید پول امنیت بدیم. ما نمیخوایم این پول امنیت رو بدیم. اصلا امنیت رو شما اشتباه دارید تعریف میکنید. امنیت در دوستی با ملله. نتیجه آقای خاتمی شد محور شرارت، نتیجه روحانی هم شد امروز. این بهای گردن کلفتی شما. تا کی تو سوریه پول خرج کنیم؟ تا روزی که اسرائیل نتونه به ما حمله کنه. به قول این دوستمون فلات بزرگ ایران رو تشکیل بدید. تو میگی کوچیک میشین. 100% کوچیک میشین. بقای جمهوری اسلامی با بقای ایران به هم گره خورده. چرا؟ جمهوری اسلامی پایه طرفدار وفادار جونفنا دارد. تو رو خدا یکی به ما بگه ما چیکار کنیم. ساخت بمب اتم و بعد مذاکره. جمهوری اسلامی هم تو بگه آقا من هر کاری که دلم میخواد میکنم. این چه وطن دوستیه؟ گفتیم ناترازی برق داریم، آب نداریم، گرونیه، عوضش امنیت داریم. چی شد؟ اولین وظیفه جمهوری اسلامی امنیت ایرانه. ما الان باید طلبکار جمهوری اسلامی باشیم. من دو دستی خودمو نمیتونم بدم که